زبانم به گفتن نمی آید. دیگر مرا هم نمی شناسد زندگی. حالا چنان از کنارم می گذرد که صدای پایش را نشنوم. حیرت آور است. آنگونه که نه از آن خفتگان آسوده در خواب خبری باز می آید، نه از من به آنان خبری می رسد. حالا این منم، مردی نشسته روبروی خود. کتاب خاطرات خویش را ورق می زند. باران می آید. خانه نشینم کرده است. می خنده از اینکه دستم می لرزد. اما دیگر دلم توان لرزیدن. من کاری نکردم، فقط برای آن دختری که روسریش را باد برده بود شعری سرودم. من کاری نکردم. حالا تو ای زندگی برو. تو را با ما زندگان چه رفاقتی است که با خیالهای ما هم کنار نیام. من کاری نکردم. این نسیم بود که موهایش را شانه میزد. خورشید بود که در پی ماه دوان بود. ستاره ها به هم چشمک میزدند. پروانه ها به پیری نرسیده میمردند. میتوانستم از همه اینها بگذرم، اما با خواب پروانه ها چه می‌کردم؟ با رویای دخترکی که روسریش را باد برده بود چه می‌کردم؟ حالا تو ای زندگی برو. حالا تو ای آسمان بگذار باران بند بیاید، تا بهاری که در کوچه ها جاری است از دهان باغچه سر برآرد. دیگر زمانه گفتن نیست، آستانه شکفتن است. زمانه طلوع دوباره گلها با شروع سبز رستن آزادی است. باران که بند بیاید سکوت میماند و بهاری که با ما آشناست.